درود ای ملتی آزرده من، زی تاریخ و زی خود غم خورده من. نخواهم گفت پیش از مردن دیل، ودا ای ملتی دل مرده من. السلام علیکم هموطنان عزیز، امیدوارم همه کس خوب و سلامت هستین. باید به مردم سربلند تاجیک یک چیز را من آگاهی کنم که این را مردم تاجیک خوب آگاه باشند و خوب هوشیار باشند. گفتی شیطان واقعی زیرکی سیاسی را باید از دست ندهید. هموطنان عزیز، از همتان خواهش میکنم هموطنان عزیز، لایک شما به من لازم نیست. من انشالله رحمان حاضر بعد همین نوار نشر شدن در کامنتاریا کجا باید شما آبونه شوین در فیسبوک با رنگ سرخ درست کرده میمونم. کجا اکس ماندگی است اونجا نباید شما آبونه شوین، برای که بسیاری مردم نمیدانند. باید من این رو با مردم شریف تاجیک فهمانم که کجا باید آبونه شوین و شما رو یگان انسان بغیر از الله و محمد تقویف هرگز و هرگز نخواهد دید. به همین خاطر هوشیار باشتان. لایک برای من در کار نیست. باری دیگر تکرار میکنم که در فیسبوک عموما لایک نگذارید. این شیطان واقعی گویا که لایک را از بین برده باشد، گویا که لایک آزاد باشد، این را باور نکنید هموطنان عزیز. از همتان خواهش میکنم که باید شما خوب هوشیار باشید. انشالله رحمان خبرهای بهترین را ما برای مردمی سربلند تاجیک میرسانیم. این ملت باید بیدار شوند، از حق و حلال خودشان طلب کنند و این ظالما روز و ساعتی سرنگونیشان بیاید. این ملت باید آگاه باشند. وقت از آنه که ما با این یک توده مغولی منغیتی حرامزادی ناتاجیک زد و خورد سر میکنیم، رنگ مردم سوریا، مردم سربلند تاجیک باید همه کسا همون لحظه ها انشالله رحمان سپیچکا سر که شد باید این ملت سرجم شوند. همه منطقه ها باید به پا خیزند. اینها را ما نگذاریم که اینها فرار کنند. اینها را باید ما زنده به دست آوریم. تمام جنایتی که 35 سال کردن با فرمان امام علی شیطان قاتل دشمن ملت تاجیک، اینها باید در نزد این ملت جواب گویند. زوری کردگش به ضرر میگردانیم. برای اینکه این حرامزاده ها هزارها تاجیک را قتل کردند، هیچ گام نبوده سو اینها را چرا ما نیست و نابود نکنیم؟ الله مهربان گفته است که هر حشراتی که برای شما ضرر میرساند باید وی را شما به ضرر گردانید. این توده اوباش، این توده منغیت با سرداری امام علی شیطان مغول دشمن ملت تاجیک هستند. اینها در طول 35 سال برای این ملت یگان بهبودی نکردند. حاضر مردم تاجیک در چه حالها گرفتارند؟ در فرودگاه ها، در سرحدها حال سگ را دارند. این ظالم پلید خودش را من نمیدونم پیشابی کدام ملت شماریده سو این ملت را یعنی دستگیری نمیکند. فقط به پیش میگوید. با کی به پیش؟ با مادر و خواهری انا همین آدمایی که در سرحد رنگ سگ خوابن، حالشان را حال جوگی های تاجیکستان ندارند. جوگی های تاجیکستان را احترام میکنیم. الله همشان را حفظ کند، عمری دراز داشته باشند. ولی این ملت از همون جوگی های هموطنی های ما آبروشون پس شد. سبحان الله. آنها نان حلال میروند در هر تاجیک و ازبک و لقی و دیگر را میکوبند و میپرسند، از تحت دل میبرارن هموطنهای ما میدین و نان حلال را کار میکنن، میروند زندگیشان پیش میبرن. ولی تاجیکا امروز رفتن در پترو و ایوان و سویتلان و قبر و بلابا مردهاشان پرتفتگی. سبحان الله. نه فکری شرمندگیشان میکنن، نه فکری به وطن بازگشتن را میکنن. این چه احوال است؟ چرا این ظالم حرامی لعنت کرده الله
در بدر و خاک بسر نمیشد است با اوتو اولادش؟ چرا این ملت در بدر میشه؟ این کی بوده است؟ این پرسگ مادر به خطا کی بوده است؟ مگر از آسمان چکید است که امروز تمام جوانای تاجیک در بدر و خاک بسر میکنند و مادر و خواهر آنها را برآورد در نزدش کنجنبانه و رقص و بازی و فاحشه میکند و آبروی آنها را میرزاند. این حرامی کی بوده است؟ این پرسگ کی بوده است؟ کدام لعنت کرده الله این را پیشوای این ملت گذاشت؟ حال مردم را نبینین شما. انشاءالله باری دیگر تکرار میکنم، روز و ساعتی مجاهدا واردی تاجیکستان شدن، این ملت باید همه کسا با پا خیزن دستگیری کنن. مجاهدای این روزا نزدیک آمدگی است هموطنان عزیز. این توده اوباش، این توده سبزی و دست، این توده دشمنی ملت تاجیک باید سرنگون شوند. باید اینها به ضرر گردند. باید اینها در نزد ملت تاجیک جواب گویند که اینها در طول 33 سال فقط آبروی ما را ریزاندند. اینها بزرگای ما را سبحان الله جاهایی که آنها گذاشته رفته بودن ولو ویران کرده فاحشه خانه ساختند با فرمانی رستم گونگک نرکمنو، با فرمانی این پرسگ کافر مطلق امام علی شیطان. باز همون عائله یک وای هست، یک سایت هست نشر کرده است که سبحان الله افغانستان با گویا که کدام مردک 40 و چند ساله دخترچه 6 ساله را یعنی به زنی گرفته است. کدام صورت های یافتنو نشر کردن که گویا که افغان ها همین دخترهای 6 ساله را میگرده باشند. یکم فکت دلیل ندارند. تا این کار کردن رحمان فی پلید مادر به خطای قاتل دشمن ملت تاجیک، اگر صدها دختری تاجیک است، صدها نابالغ را همین لعنت کرده الله نادختر نکرده باشد، من پدر لعنت ترین آدم هستم. من پدر لعنت ترین مخالف این پرسگ مادر به خطا هستم. والله بالله تالله جنایت این حرامزاده از همون افغانهایی که اگر همین کار کرده باشند وزنینتر و بدتر است. لیکن اونجا فکت و دلیل نیست. اونجا فقط عکس برآورین نشر کردین گویا کسی زن گرفته، زن 6 ساله بوده است برده کجا مونده و 9 ساله میشد بعد خانه‌اش میبرد. همین افسانه های دیوانگی. عائله اگر تو دلت برای ملت سوزد، تو امام علی شیطان را پیگیری کن. جنایت های این را، جنایت های دامادای این حرامزاده را، هزاران کودکی تاجیک، هزاران طفل تاجیک گم شد. این حرامزاده ها پاره پاره کرده دل جگرشان فروختن. تو این را پیگیری کن. تو اگر خواهی که آبروت بلند شود، تو اگر خواهی که رسانه مردمی باشی، عائله تیجه خوب گوش کن. اینا چیزایی که فکت و دلیل نداری به فکت و دلیل برآورده خودت را هم شرمنده نکن و مردم هم چی نکن. رنگ اغوا مردم دهشت زده نکن. سبحان الله. جنایت این توده اوباش با سرداری این پرسگ، این مادر به خطا همین از سر ما بالا گذشته رفتگی است. فهما؟ برای همین خاطر باید ما ملت مایستگی دست این تجاوزگرا آزاد کنیم. اینها همش پیدافیل هستند. اینها دشمن ملت تاجیک هستند. شما همون نوار و همون پاستای همون چیزای من اهمیت دهین. در آمده سگهای وفادار این چقدر دشنام و حقارت ها میکنند. نه مادر میمونند، نه زن میمونند، نه کودک گوهاره میمونند. اینها پس کی هستند؟ اینها پس کی هستند؟ این حرامزاده های پیدافیل. باید این ملت اینها رو شناسند. تا که خاموش میستین شما؟ هزارها طفل تاجیک گم شده است، یکتش پیدا نشد. داماد این حرامزاده دل و جگر بیزنس یعنی ارگانی آدم ها را فروخته گشته است. 10 سال بازا. ما چرا خاموشیم؟ ما چرا بخشش مردمی افغانستان را نشر میکنیم یعنی گنده میکنیم؟ هر ملت به آدمی بد هست، این را فراموش نکنین. یک آدم جنایتکار احمق شد، نباید که تمام ملت را شما پس زنین. یک توده اوباش جنایتکار حرامزاده تجاوزگر هست، نباید این ملت را ما هم باشه گناهگار کنیم. این حرامزاده ها باید به جوابگری کشیده شوند.
از همتون خواهش میکنم هموطنان عزیز، حاضر من انشاءالله رحمان صورت را میگذارم، نشر میکنم. انا همونجا در آمده آبونه شوین. انشاءالله رحمان خبرهای بهترین است. این توده اوباش حتما سرنگون میشوند با امر الله یک و یگانه. اینها روز ساعتاشون کم موندگی است. این توده اوباش این ملت به یگان خدمت نکردن. همتان شاهد هستین در 6 ماهی سال 2025 قریب 600 تابوتی تاجیک را بردن. این پرسک مادر بخطا یک نفر را هم درد نکرد. در طول 3 ماه 2025 3 میلیارد 4 میلیارد دلار این مردم روان کردن. این حرامزاده یک بار آمده این مردمی در بدر و خاک به سر به تشکری نکرد که این ملت اینقدر مبلغ روان کردن، یعنی اکنامیکای ما زیاد می شود. این حرامزاده نمیگوید. این حرامزاده خدای بیکار خوجه که هست، پول حرام را خورده که هست، پولی که مردم با عرق جبین کار میکنن. این حرامی نفرت دارد و همین خاطر نمیخواهد که آشکار کند. ولی دیگر رسانه ها نشر میکنن که مردمی مظلوم تاجیک 4 میلیارد دلار روان کردن تاجیکستان. اینها شرمنده میشوند. این حرامزاده های پلیدی مادر به خطا شرمنده میشن و سرخم میشوند. هموطنان عزیز، به همین خاطر از همتون خواهش میکنم که شما یگان نوار محمد با یگان پست محمد تقایب با کار کاره در فیسبوک لایک نمونید، کار کاره کامنتر ننویسین. فقط شما پیگیری، فقط شما باید خبرها رو فهمین. انشاءالله رحمان روز و ساعت که آمد، همون روز اعلام که کردیم، همه کسا ما یعنی به سراغ این توده اوباش قاتل در آمدیم. مردم باید هوشیار باشن، مردم باید سرجم باشن، مردم باید از حق و حلال خودشان طلب کنند. ما باید از این توده اوباش تجاوزگری در طول 35 سال یگان بهبودی برای ما نکردن. باید ما این ملت را رها کنیم و از این حرامزاده ها خلاص شویم. هموطنان عزیز، باید شما اکنون بیدار شوید. من این ملت به باوری دارم که این ملت حتما انشاءالله رحمان با سری بلند سرجم یک دست این توده اوباش را ما میروبیم انشاءالله رحمان. این حرامزاده ها در طول 35 سال یگان بهبودی نکردن. برایان خواه لسانش بخشش بهبودی های همین مادر به خطا را برای ما با فکت و دلیل فهمانند که همین خیلی خدمت کرد. ما میبرایم بخش میپرسیم. ما همین سیاستی که گرفتیم بس میکنیم، پس زندگان ما میشیم میرویم. هموطنان عزیز، ولی اینها فقط تجاوز کردن، غارت کردن، اولاد بازی کرد، تمام تاجیکستان را مناپول کرده است. امروز حتی همون مالهای بخشش. چرا این حرامزادی پلید مردمی گرد و اطراف دوشنبه را مجبور کرد گاو و گوسفند و مال حالتون فروشین؟ همین هم مناپول کرده است. الله لعنتت کند. انشاءالله رحمان ما به سر قدرت آمدیم. تمام مردم تاجیک آزاد. تو چی خیلی که بغیر از دزدی و غارت و قلابی از کجای مبلغ میوی و تو تجارت میکنی، این آزاد است. تمام این نلاکاتون انشاءالله رحمان ارزان میشود. حتی 5 سال و 6 سال و 7 سال نلاک نمیسپرین. قامت این ملت که راست شد، این ملت پولدار که شد، بعد انشاءالله رحمان ما با یک نرخ ارزان این مردم رو یعنی نلاکشان تعیین میکنیم. بعد این مردم دولت به نلاک میسپارن. انشاءالله این کارو همش میشود. فقط باید ما همه کسا یک دست شویم. باید ما برای ملت ما خدمت کنیم. ما سبحان الله 30 سال ما رفته ایستاده است. باید ما یک توشه آخرت بریم با این ملت مظلوم یک خدمت کنیم. آن مبلغایی که رحمانوف دوزید 100 میلیارد دلار توشه آخرت این حرامزادی مادر به خطایی که این ملت را تجاوز دارد و غارت دارد هرگز و هرگز نخواهد شد. برای آنکه و نخواهد برد، برای آنکه همش دوزی است، همش از خون این ملت است. این پلید باید در نزد مردم حتما جواب گوید. باید ما خدمت کنیم که فردا بعد سری ما چخیلی که قهرمانای ملت تاجیک کرده گذشته رفتن، با خوش و خرسندی و با نام نک این مردم نسل آینده ما رو یاد کنه. ای برادرها،
باید ما خدمت کنیم این ملت با، نه اینکه پول جمع کنیم رنگ رحمانوف، نه اینکه این مردم مظلوم رو در چشمش خاک زنیم. به همین خاطر ما امید داریم که انشاءالله رحمان این ملت حتما آزاد می شود. السلام علیکم و رحمت الله برکاته.